لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 25 از شرح و توضیح و بیان کردن ارکان ایمان است و ما تا به حال رسیدیم به بیان و شرح رکن دومی ایمان و ان شاء الله سبحانه و تعالی این حلقه سوم از آموزش آمنت بالملائکه است، ایمان آوردن به ملائکه ها. ما در 2 حلقه گذشته به شما بیان کردیم که بعضی از خصوصیت های اونها، خصوصیت های ملائکه ها، بعضی از صفات های اونها که ما باید ایمان بیاوریم. ایمان آوردن به ملائکه رکن ایمان است. ایمان آوردن به ملائکه مسلمان شدنی است، یعنی مسلمان شدن است. کسی که به ملائکه ها ایمان نمی آورد، پروا نمی کند، از مسلمانی می برد. باید شما از این چیزها با خبر باشید و اقرار کنید و تصدیق کنید که همین ایمان است. 5مین مسئله که ما در بالای همون مسئله صحبت میکنیم این وظیفه های ملائکه هست و حکمتی که به خاطرش خلق شدند. حکمت از خلق شدن ملائکه ها چیست؟ حکمت همین است که اولا هر یک چیز را، حکمتش را الله سبحانه و تعالی می‌داند و بعد از کوفتکاب و نظر کردن و دقیق نظر کردن به آیات ها و احادیثی که در موضوع در باب ملائکه آمده است میبینید که بارک الله فیکم حکمت آفریده شدن اونها از یک چند حالت بیرون نیست. یعنی به خاطر عبادت نمودن الله، به خاطر بزرگی الله، به خاطر بزرگی خودش را نشان دادن ملائکه ها را خلق کرده، به خاطر اینکه ملائکه ها یگانه الله عبادت بکنند، به خاطر اینکه او را حمد گویند، ثنا گویند، تمجید بگویند و به خاطر اینکه بارک الله فیکم امرها و وظیفه ها را اجرا بکنند. این است حکمتش. بارک الله فیکم. اما چی وظیفه ها دارند ملائکه ها؟ چی وظیفه ها دارند؟ اول وظیفه های اینها عبادت کردن الله است سبحانه و تعالی. ایمان آوردن به الله است که البته ملائکه ها از روز خلقشان ایمان به الله دارند و حمد گفتن الله، تمجید گفتن الله، ثنا گفتن الله سبحانه و تعالی و ذکرهایی که الله به آنها تعلیم داده است. ذکر کردن و دعا کردن و طلب استغفار کردن و نماز خواندن به الله و طواف کردن و عبادت را بالعموم انجام دادن وظیفه اولین ملائکه ها است سبحانه، یعنی ملائکه ها که الله سبحانه و تعالی را انجام میدهند. و این وصف عبادت، وصف حمد و وصف ذکری که ملائکه ها دارند، این یک وصف عمومی است. همه ملائکه ها این وصف را دارند. بارک الله فیکم. یعنی همه ملائکه ها مثل اهل عبادت و اهل ذکر و حمد و تمجید و ثنا که الله را ثنا میگویند. این هستند. اما با وجود این با صفات‌های خاص خود را دارند. هر یک از اونها مکلفیت خاص خود را دارند. بعضی از این ملائکه ها از روزی که خلق شده است تا همین روز، تا روزی آخرت، همیشه در سجده هستند. وظیفه اونها سجده الله است سبحانه و تعالی. تصور کنید، از روزی که الله این ملائکه ها را خلق کرده است، از همون روزی خلق قسمی از ملائکه های مخصوص هستند که
خلق شدند و سجده کردند، حالا سرشون رو نبرداشتند. هزارها سال که این را غیر از الله کسی نمیداند، وقتش رو غیر از الله کسی نمیداند. سبحان الله. و در این باب حدیث ها وارد شده است، به معنایش علما احتجاج میگیرند، حجت میگیرند. چهلی که امام ترمذی رحمه الله در سنن ترمذی با رقم 2317 هم ذکر میکنند. ابن ماجه در سنن با رقم 4190. احمد ابن حنبل در مسند مجله پنجم صفحه 173 از ابی ذر رضی الله عنه نظر میکنند و این را علمای محققین صحیح میگویند که اومده است که اطت السماء و حق لها ان تئط. آسمان ناله میکند، صدا میبرارد و حق دارد که صدا برآورد و ناله کند. برای چی؟ برای اینکه ما فیها شبر، در بالای آسمان یک وجب جای خالیگی نیست. اطت السماء یعنی از سبب وزمینی، اینقدر در بالای آسمان زیاد چیز است که آسمان از همین جهت آواز برآورد میکنه. در بالای آسمان میگن یک وجب جای خالیگی نیست، برای اینکه این آسمانی که ما میبینیم در بالایش زمین است، زمین جنت است. و فی روایت 4 اصابع ما فيها 4 اصابع الا وملك قائم او راکع او ساجد. در روایت آمده است که 4 انگشت جای خالیگی نیست در بالای آسمان، مگر این که همونجا یک ملائکه هست، یا قائم راست ایستاده است، یا رکوع کرده ایستاده است، یا در حالت سجده است، بالاخره در حالت عبادت الله است. این زمین ما میده تر از زمینی که در بالای ما هست. در بالای این آسمان باز زمین وسیع تر است، مساحت بزرگتر است، لیکن یک وجب جای خالیگی ندارد، همه جا پر است. گفتی تاجیکا لب به لب است. اینقدر ملائکه ها زیاد است، یگان جای خالیگی ندارد. از سبب زیاد بودن ملائکه آسمان غچراس میزند، غچ میکند، آواز میبرارد. سبحان الله. پس همه این ملائکه هایی که در آسمان هستند به چی کار مشغولند؟ یا ساجد، یا سجده کرده، یا رکوع، یا راست ایستاده است، یا رکوع کرده است، یا سجده کرده است. لا يرفعون رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والارض. سرهایشان را از سجده نمی بردارند از همان روزی که الله آسمان ها و زمین را خلق کرده است. در روایتی که لا يرفعونها الى یوم القیامه، تا روز قیامت این ملائکه ها سرشان را نمی بردارند. یعنی وظیفه این ملائکه ها را ببینید، خلق شد از همون روز تا روز قیامت فقط در سجده الله است، در عبادت الله است سبحانه و تعالی. انا این است یک نمود از وظیفه های ملائکه. زمانی که ملائکه ها سرشان را برداشتند روی الله را میبینند و بعد از این میگویند که سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. یعنی از روز خلق شدنش تا روز قیامت فقط در حالت سجده و عبادت است. یک خیل، یک نمود، به یک بدمگیری هزارها سال یک بار سرش را میبردارد، الله را، روی الله را، چهره الله را میبیند و این ملائکه ها میگویند که پاک است تو ای الله، ما حق عبادت تو را به جا آوردیم. جمال الله را میبینند، میگن که سبحان الله، حق عبادت تو را به جا آوردیم، ما کمبودی داریم. میگن
انا این است وظیفه ملائکه هایی که همیشه به عبادت الله مشغولند. اما این بندگانی به گناه غوطه زده که امروز در این دنیا هستند، به خرافات و به گمراهی و زلالت و شرک غوطه زده هستند، باری از این طرف عبادت هم نیست، هیچ چیز هم نیست. انا اکنون فهمیدید که چقدر کمبودی داریم، چقدر مشکلی داریم. بعضی ها اگر کمی عبادت کنن مینازند که گویا که عبادت اونها رو کسی یا اعوذ بالله الله سبحانه و تعالی محتاج باشد. نه، ملائکه رو ببینید، میلیون ها میلیارد ها ملائکه همیشه در حالت سجده است و هزارهای دیگر هر روز 70,000 در حالت طواف بیت المعمور است، عبادت الله شب و روز میکنند میلیون ها. دومین وظیفه ملائکه ها این است که تدبیری امری ملکوتی هست. ملکوت یعنی زمین و آسمان ها و فلک و همه حالت هایی که میشد، انا همین رو تدبیر میکنند به اذن الله، به اجازه الله سبحانه و تعالی. ملائکه ها در باب شمال، ملائکه ها در باب گرمی و خنکی، ملائکه ها در گرفتن روح انسان و غیره. پس این چنین وظیفه ها هم دارن. ملکوت علوی میگن و سفلی، خب ملکوت های بالایی باشد، خب پایانی، هر چیزی که در بینش است، هر مخلوقاتی که هست به امر الله سبحانه و تعالی تدبیرشون رو انامین ملائکه ها نظر میکنند. پس عملهای ملائکه ها زیاد است، مسئولیتشون خیلی زیاد است و بزرگ است و ملائکه ها مجموعه های گوناگون هستند. همه این ملائکه ها یک وظیفه و یک نمود نه، وظیفه های گوناگون دارند، اختصاص های گوناگون دارند، مسئولیت های گوناگون دارند. مثلا 8 نفر یا 8 صف از ملائکه های هستند که وظیفه اونها ابدالابد همیشه برداشتن عرش الله سبحانه و تعالی است. وظیفهشون فقط در عرش است، برداشتن عرش است، دیگر وظیفه ندارند. از ملائکه های هستند که مکلف هستند، الله اونها را وظیفه گذاشته است که وحی را از الله بشنوند، قرآن را، سنت را، و بعد از این به آسمان آوردند و بعد از این انا همین وحی که در بالای آسمان است به امر الله از کجایی که الله میگوید از همون جا کدام آیت رو الله میگوید بگیرند و بیارند به پیامبران رسانند. یعنی ملائکه هایی که وظیفه رسانیدن وحی الله به پیامبران هستند. بارک الله فیکم. و رئیس این ملائکه ها کی است؟ جبرائیل است. اینها هم یک جماعت هستند، لیکن رئیسشون جبرائیل است علیه الصلاة و السلام، که نام جبرائیل رو الله در قرآن یک چند مرتبه به جبرائیل هم و به روح هم، روح الامین هم گرفته است، ذکر کرده است. ما باید ایمان بیاوریم که جبرائیل گفتن نامی هست ملائکه که پیامبر 2 مرتبه به صورت حقیقیش دیدند که 600 قنات دارند. و این چنین ملائکه های هستند که نگهدارندگان، پاسبان های جنت هستند. انا اینها مخصوص شکل های زیبا و نگهدارندگان جنت، یعنی در گرد و بر جنت هستند. و این چنین بارک الله فیکم ملائکه های هستند که نگهدارندگان نار هستند، یعنی اینها پاسبانان جهنم هستند. و البته این ملائکه ها شکلشون دیگر است، شکلشون دهشت آور است و خیلی هم به شدت و غلظت و سختی به اهل جهنم معامله میکنند. این چنین ملائکه های هم هستند و همه اینها یک نفر نه، جماعت.
و این چنین ملائکه های هستند که ما ایمان می آوریم که ملائکه های ارواح گفته می شود. ملائکه الارواح، ملائکه هایی که خزنه الجنه، ملائکه هایی که خزنه النار، ملائکه هایی که نگهدارنده جنت هستند. رئیسشون نامش رضوان است. رضوان این نام ملائکه هست که در جنت رئیس ملائکه ها است. اما رئیس ملائکه هایی که جهنم را نگهداری میکنند، پاسبان های جهنم، رئیس پاسبان های جهنم نامش مالک است. رئیس پاسبان های جنت رضوان است، رئیس پاسبان های نار جهنم مالک است. خیلی که در قرآن است یا مالک اقض علینا ربک. اهل دوزخ وقتی که از سختی دوزخ ادا میشوند، عذاب میکشند، درد و رنج میبرند، مالک گویان ندا میکنند ای مالک ای مالک. گفته مالک کی است؟ مالک همین پاسبان خزانه جهنم است و از هم رئیس پاسبان ها است. دوزخی ها جمع میشوند به نزد مالک میروند، میگن که ای مالک، الله به ندا کن که ما به یک قضاوت کند. الله به ندا کن که ما را یک قضاوت کند، یعنی ما سوزاند و تازه نابود کند و زندگی ما نابود کند و پرتوید، یا که دردم ما کم کند. گویم پیشنهاد میکنند. یکی از عذاب جهنم همین است که ملائکه هایم به اهل جهنم نه جواب میدهند نه گپ میزنند و الله حرام کردگی هست که جهنمی ها الله به ندا کرده گپ زنند. الله اینقدر به اهل جهنم غضب میکند، به اهل کفر، به اهل شرکی، اهل کفر و شرک سخن کرده نمیتوانند به الله، و الله سخن اونها را هرگز گوش نمیدهد. بعد از این الله امر میکند که عذاب اهل دوزخ 2 مراتب زیاد شود. الله المستعان. پناه میبریم از این جهنم سوزان به الله سبحانه و تعالی. و از این جهنم سوزان هم به آتش می سوزاند، هم به خنکی می سوزاند. جهنم جایهای خنکی هم دارد که به خنکی هم می سوزاند. احتیاط باشید. و ملائکه الارواح است. ملائکه الارواح که رئیس این ملائکه ها اسرافیل است. یک جماعت هستند اینها، ملائکه های چی؟ ارواح. اینها هم یک جماعت هستند که رئیس اینها اسرافیل است، که این اسرافیل بارک الله فیکم سور میکشد. وقتی که قیامت شد الله امر میکند که اسرافیل سور را بکش. سور یک صدای بلند دهشت‌آوری که به تمام عالم و آسمان ها و زمین های 7 طبقه میرسد. صدای خیلی هم دهشت‌آور. با شنیدن این صدا انسان پوره پوره کفیده نابود می شود و وفات می کند. و بعد از سالهای زیادی که الله باز خودش می داند، بعد از یک چند وقت الله دوباره امر می کند اسرافیل را که سور را بکش. سور را می کشد که همه دوباره زنده می شوند. البته غیر از الله دیگه همه چیز وفات می کند. حتی همین ملائکه هایی که روح می گیرند سور می دمند، حتی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، همه اینها هم وفات میکنند. البته در آیات قرآن است که الا ما یشاء الله، بجز کسایی که الله میخواهد که زنده باشند. پس زنده میموندگی چیزا هم هست. علما گفتند این همون اهل جنت، در درون جنت چیزهای زنده ای که هست اونها نمیمیرند. برای چی؟ برای که این جنت رو الله آماده کرده ایستاده است به چی؟ به روزی آماده کرده است، ساخته است، خلق کرده است به روزی جزا. پس درون جنت بوده چیزها زنده میماند و از جمله حور العین، زنهای زیبای ماشاء الله تبارک الله برای مردهای موحد، برای شهدا 72 تا. بالاخره این حورها وفات نمیکنند. اما ملائکه الارواح رئیس اونها کس اسرافیل است. میگه ملائکه الارزاق، ملائکه رزقی که الله میگه که تقسیم کن، یعنی همون علمی که در نزد الله هست هیچ کسی نمیداند. همون علم مثلا یک وقتی معین باب رزقش رو میگه که همین
ریزق اونها به مردم تقسیم کن. ملائکه ها میان تقسیم میکنند و ملائکه های ریزق هم زیاد هستند و رئیس ملائکه های ریزق میکائیل است و این چنین ملائکه های هستند که در این دنیا جان انسان میگیرند. ملک الموت، ملائکه های مرگ، ملائکه هایی که انسان اونها را وقتی که دید تمام مرگش با آخر رسید، یعنی حیاتش با آخر رسید، مرگش اومد. از همه عجایب همین است که مردم درباره مرگ وقتی که صحبت می شود فکر میکنند که مرگ یک چیزی خیلی دوری دراز است، خودی که یک خواب و خیال است، لیکن به سر هر یکی من و شما مرگ می آید. هر ثانیه که من و شما صحبت کرده شدیم یک نفر یا یک چند نفر وفات کرده است. حتما ایمان بیاورید به این ملائکه ها و ایمان بیاورید که ملک الموت، ملائکه که جان انسان میگیرد میبیاید و من و شما به چشم ما میبینیم. همه این مرده ایستاده به چشم ملائکه ها را میبیند. مردن وزنین است، سنگین است، درد و رنج خودش دارد. از همه سختیش چی است میدانی؟ تو همان روز نه دین تو مختی، نه مسلمان شدی، نه تعلیم گرفتی، بے پروا فکر میکردی که این چیزا از کجا حق باشد، شاید حق نباشد، پروا نمیکردی. برای چی؟ برای اینکه تو ریالیست شده بودی، تو به کفر واقع شده بودی، تو به چشمت چیزی دیده باور میکردی، به چشمت ندیده باور نمیکردی، به غیب باور نکردی، کافر شدی. لیکن وقتی که به جانت گرفتن آمدن ملائکه، تلخ کف میشوی، چشمات کته کته بزرگ میشوند، باز میشوند، دلکات میکفند، دیگر دست و پوزنی تمام است. این ملائکه لطکوبت میکنن، جانت میگیرن. بعد از این که بدین بودی دیگر الله المستعان، سبحان الله، عذاب تو، زندگی حقیقی تو شروع میشه. پس اینها ملائکه های موت. این ملائکه هم یک نفر نیست، ملک الموت یک نفر است. این رئیس ملائکه های جان گیرنده است. بعضی ها نام این را عزرائیل یا اسرائیل میگن. این غلط است، این بدعت است. در قرآن و سنت نام ملائکه به نام اسرائیل و عزرائیل گفتنی ملائکه در قرآن و سنت ذکر نشده است. این نامی که از اسرائیلیات گرفته شده است. نام ملائکه وجود ندارد. ما به این ایمان نمیاریم که عزرائیل گفتنی چیزی نام است، برای که در قرآن و سنت ذکر نشد. در قرآن و سنت نام همین ملائکه که نامش هم بعضی ها عزرائیل میگن ملک الموت گفته شده است. ملک الموت، ملائکه مرگ. این ملائکه آمد، مرگ آمد. جماعت این ملائکه آمد، مرگ آمد. و این ملائکه تنها خودش نه، این ملائکه هم جماعت دارد. یعنی ببینید یک چند ملائکه، ملائکه های این ملک الموت به خودشون دو جماعت دارند. ملائکه هایی که خوب، انسان های خوب را جانش را میگیرند به طرز زیبا، مهربانی، به چهره های زیبا و نورانی. و ملائکه های هستند که خیلی هم به چهره های بد، ملائکه های عذاب هستند که انسانی بد را جانش را میگیرند. چخیل انسان اگر بد باشد، ملائکه های بد رفته آهسته آهسته جانش میگیرند. وقتی که جان آخر به آمد، معلوم است که جان به کجا میبرد؟ به دهان میبرد. جان به دهان میبرد. آهسته جان وقتی که به همون ملائکه های عذاب داده کشیده از پا، از نوک پا، از انگشت کشیده جان برآوردن تا انا همین حلقوم، آخری جان کی میگیرد؟ ملک الموت، رئیسی انا همون سرداری ملائکه های مرگ، ملک الموت میاند آخرش گرفته میروند. یعنی این ملائکه ها آماده کرده کشیده میبرند، دیگر ملائکه اساسی آماده گرفته میرند. بارک الله فیکم. یا ملائکه های خوب آهسته به خوبی میبرند جان، ملائکه میاند به خوبی میگیرند. و این چیزی خیلی هم حقیقی است که امروز همسایه ما، خویش ما، گرد اطراف ما و چقدر جوانهای بیچاره امروز به این ملک الموت روبرو میشوند. بی دین، بی اخلاق، بی توحید، به ملک الموت روبرو شدن ابدالابد جهنمی شدن است. الله المستعان، الله المستعان. و این به این ملائکه ها ما ایمان می آوریم. و این چنین ملائکه های هستند که وظیفهشون الله اونها را مکلف کرده است
به حفظ و نگه داشتن آسمان ها را نگه میکنند. و این عقیده را ببینید، ما ایمان داریم که این آسمان ها را کی نگه میدارد؟ الله وظیفه دار ملائکه ها را کرده است. اما صوفی های قبوری، این جهال، عقیده دارند که آسمان ها را پیر اونها نگه میدارد. آخر پیر لنگت تا دیروز طهارت کرده نمیتونست، حاجت خانه رفته آمده نمیتواند، او چه خیلی آسمان نگه میکرده است؟ 4 طرفی آسمان با 4 تا صوفی ایستادگی بودن، آسمان نگه میکردن. افسانه صوفی. لیکن به همین افسانه، به همین مسخره بازی مردم ایمان آوردند. مردم به همین باطل ایمان آوردند و باور کردند و تگ پای چیرکین صوفی را میلیسند. اما توحیدش نادیده میگیرند. شیطان اینقدر زینت داد، باطل اینقدر زینت داد، باطل حق تفته شده است. الله المستعان. احتیاط باشید از وسوسه شیطان، از زینت شیطان، از فریب شیطان احتیاط باشید. و این چنین ملائکه های هستند که الله اونها را وظیفه دار کرده است که مکلفون، اینها مکلف به شمال هستند، ریاح میگو در عربی، و ابر هستند. این ملائکه های هم یک جماعت هستند که وظیفهشون شمال و ابر است و این به امر الله و به اذن الله است. و این بار دیگر رد به صوفی ها است که صوفی ها و رافضه ها اعتقاد دارند که امام هایشون، صوفی ها اعتقاد دارند که صوفی ها اوتاد و اقطاب دارند. اقطاب یعنی 4 نفر 4 کنج دنیا به ایستادگی است. اوتاد دارند، دنیای زمین لرزش میدارند، اینها میخ دنیا هستند. اقطاب، اوتاد، انا نمیخیل رفتن میگیرند. اینا به عقلا میگن که این پیری ما شمال آورد، یا که باران آورد، یا که ابر آورد، یا که برد. اعوذ بالله. نه به الله ایمان آوردن، نه به ملائکه ایمان آوردن. اما ملائکه های مخصوص هستند که الله اونها را همچنین مکلف کرده است. ملائکه های دیگر را الله مکلف به کوه ها کرده است. چه که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سخت اذیت کشیدند از دست کفار قریش به خاطر توحید، به خاطر یکتاپرستی، به خاطر دعوت رنج داده شدند، ملائکه هایی که وظیفه کوه را داشتند آمدند گفتند یا رسول الله، الله ما را امر کرد به نزد شما آمدیم، اگر شما خواهید ما 2 کوهی که در 2 طرفی مکه هست برداریم، به اهل مکه زنیم که تمام اهل مکه نابود شود و پاره پاره شود و نابود شود، در زیر کوه ها رود. پیامبر چی گفت؟ پیامبر گفتند که نکنید این کار. گفت عسى ان یکون من ذریتهم، امید است که از ذریه انمین مشرکا، از فرزندان اینها کسانی می شود که یعبدون الله، الله عبادت میکنند. این است مهربانی پیامبر صلی الله علیه وسلم. و ملائکه های هستند که مکلف به نباتات هستند، به نباتات، به سبزی دنو این آن. ملائکه های هستند که مکلف به بحار هستند. الله امر میکند تمام بحر به سرت برداشته میبیارد. الله المستعان. ملائکه های هستند که مکلف وظیفه دار در کارهای و در نمودهای پرنده و ملائکه های در بابی بارک الله فیکم حیوانات و همچنین ملائکه وظیفه دارند. پس ملائکه های هستند که الله سبحانه و تعالی برای انسان، برای کمک انسان خلق کرده است. چگونه؟ ملائکه های هستند که اونها وظیفهشون حفظ فرزندهای آدم است. اینها ملائکه های معقبت گفته میشد. ملائکه های معقبت یعنی بسیار بنده ها را الله سبحانه و تعالی امر میکند به این ملائکه که بنده ها را حفظ کنید، یعنی از بعض سخت غلطیدن، از بعض شکست و ریخت ها، از بعض بلاها، یعنی از بعض چیزهایی که شما بمیرد. لیکن این به اذن الله هست. شما حق ندارید که از این ملائکه بپرسید، مشرک میشوید، زیرا که این فقط در دست الله است. و حفظ کردن عملهای مثلا فرزند آدم، 2 ملائکه که در 2 کتف شما است، وظیفهش
فقط حفظ، نوشتنی عملهای شما. عملی بد رو در کتف چپ، عملی راست رو در کتف راست، شب و روز می نویسند، شب و روز می نویسند. تمام گپ هایی که گفتی، تمام تحقیر و دشنامی که اهل توحید دادی، تمام باطل هایی که گفتی، همش نوشته است، نوشته شدن. الله در قرآن گفت کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. یعلمون، کراما کاتبین، اینها ملائکه کرام هستند، کاتبین هستند، نویسنده هستند و همه کاری که شما میکنید میدانند، همش همراه شما هستند. و این چنین ملائکه های هستند که وظیفهشون سیاحت است، دور زدن در بین مسلمان ها است و کوفتوکوب کردن، دیدن مجلس های ذکر. مجلس های ذکر یعنی چی؟ ذکر گفتم قرآن رو داریم، مجلس های قرآنی، مجلس های علمی. این ملائکه هم زیاد هستند. هر جایی که علم آموخته شود، هر جایی که تعلیم قرآن کرده شود، هر جایی که نصیحت و حلقه های علمی باشد، این ملائکه ها یک چند نفر میوند این مجلس رو حلقه میزنند، در حق این مجلس دعا میکنند. ما ایمان میبریم به این ملائکه. و این چنین ملائکه های هستند که هر روز جمعه در دروازه های مسجد می ایستند، کی اولین آمد و کی در کدام دقیقه آمد همیشه می نویسند. و کسایی که در اولی وقت نماز جمعه رفتند، اولی وقتش یعنی بر وقت، نام اینها رو می نویسند و به نام اینها قربانی شتر می نویسند. دومین طبقه رو قربانی گوسفند و سومین رو و البته تا به تخم، درجه تخم می رود. و این چنین ملائکه ها هستند که در مسجد هر کسی که نماز در مسجد خوند و دیگر نماز انتظار شده ایستاد، ملائکه های مخصوص هستند که در حق این انتظار شونده نماز صلوات میگد، درود میگد. ملائکه در حق تو دعا میکند. برای چی؟ تو انتظار نماز هستی. هر کسی که انتظار نماز است در حق او صلوات گفته میشود. خیلی که پیامبر در حدیث میگه و انت فی الصلاه ما دامت تنتظر الصلاه و ان الملائکه، تو در نماز هستی هر وقتی که تو انتظار نماز هستی و ملائکه در حق تو درود و سلام و صلوات میگن و استغفار میکنن. و این است ملائکه ها. و این چنین ملائکه ها هستند که منکر و نکیر سوال کننده در قبر هستند و از تو 3 سوال میکنند. به مجردی به قبر موندن تو را سوال میکنند که من ربک، رب تو کی، معبود تو کی، تو کی را عبادت میکردی، کی را آموختی، کی را اطاعت میکردی، به قانون کی زندگی میکردی؟ تو باید جواب بگویی من ربک، ربت کیست، من نبیک، نبیت کیست، رسول تو کیست، و ما دینک، و دین تو چیست. کسی که عمل کرد، آموخت و عمل کرد و تحقیق و تطبیق کرد، الحمدلله شاد و خرسند و با زبان بلند جواب میگه. اما کسی که منافق است و نخوند و نفهمید و عمل نکرد، ها مسلمون کما یقولون انا اقول مثلهم میگه. مسلمان ها چخیلی که میگفتن منم مثل اونها میگه. همین رب مسلمان ها که باشد رب منم همون، پیامبر مسلمان ها که باشد پیامبر منم همون میگه. یعنی منافق نامرد همین درون قبر هم کیدت کردن، فریب دادن فکر میکرده است. لیکن این کیدت، این فریب، این نیرنگ، این مکر و حیله در این دنیا هست. در این دنیا بله ما را، انسان ها را، منافقا فریب دادنشون ممکن است، لیکن بعد از مرگ تمام دیگر نیست. این خگاب سبحان الله. و البته ملائکه هستند که در درون قبر عذاب میدهند، فتنه برای مرده ها هستند، سنجش برای مرده ها هستند. این ملائکه ها در درون قبر مرده ها را چی میکنند؟ عذاب میدهند یا به مرده ها دیگر از خدمت های خوب رو انجام میدهند. انا این است. بارک الله فیکم. ایمان آوردن به یعنی وظیفه های ملائکه بالعموم و بالجمله. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز باقی مانده مسائلی که در باب ملائکه ها آمده است به شما میرسانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك.